یه روزایی بود که میگفتم کاش صبح نشه. بله خب بعد صبح میشد بعد پا میشدم دوباره ایدای آدمایی رو در بیارم که من موتیویشنالم، من الان میریم زندگی عالی. انقدر هی فیکش میکنی، هی اداشو در میاری، بعد دیگه باورت میشه که همه چی اوکیه. انقدر رفتم زیر صفر و اومدم بالای صفر و به 100 رسیدم، دوباره فرداش رفتم زیر صفر که دیگه منتالی اصلا عادت کردم به این که اوکی اگه فردا صفر شدم سکته نمی‌کنم. دوره بود که من خب توی اون رابطه بودم و می‌خواستم ورزش کنم و اجازه ورزش نداشتم. من اون موقع سنم خیلی کم بود. بعد زمانی که سنت کمه فکر می‌کنی میتونی طرف مقابل عوض کنی. من این امید به عوض کردنه باعث میشه تی وایسم. ولی به این نتیجه رسیدم که کسی رو نمیشه عوضش کرد. هر کی همون جوری که هست یا بپذیرش یا مووان کن برو نفر بعدی. کسی عوض بشون نیستش اون وسط. ولی به این نتیجه رسیدم که کسی رو نمیشه عوضش کرد. هر کی همون جوری که هست یا بپذیرش یا مووان کن برو نفر بعدی. کسی عوض بشون نیستش اون وسط.